الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. ما در بخشای گذشته مطالبی را پیرامون سنن امام دارمی بیان نمودیم و قول هم دادیم مطالب بیشتری از آن بیان کنیم و در مورد سنن دارمی و مطالبی از سنن دارمی را مورد بررسی قرار دهیم. امام دارمی همچنان که گفتیم الامام الحافظ، یعنی امام است، حافظ است که یکی از لقب محدثین است. اسمش عبدالله فرزند عبدالرحمن از دارمی بعداً سمرقندی، یعنی اهل سمرقند است، اهل خراسان قدیم است که متولد 181 هجری است و متوفای 255 است. یعنی همچنان که گفتیم متقدمتر است از امام بخاری و مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و بجز امام ابن ماجه بقیه محدثین ششگانه، یعنی اون 5 تای دیگر، از امام دارمی روایت نمودند. مخصوصا امام مسلم احادیث زیادی را از این امام بزرگوار روایت نموده. حالا این کتاب با ارزش ایشان 2 مجلد بزرگ است. این مجلد دوم است، این هم مجلد اول که امام دارمی ما قبلا بیان کرده بودیم، فقط خواستم مقداری در مورد ترتیب بندی و ابواب بندی این کتابش بیان کنم که تقریبا مطالبی را بیان کرده بودیم در گذشته، ولی اکنون میخواهم اصلا مطلبی را در بیان کنم، مسائلی که در این کتاب وجود دارد که امروز مسلمانان خیلی به آن نیازمندند. مثلا امام دارمی این کتابش را این گونه، من مقداری از فهرست مطالبش را بیان میکنم و بعدا وارد قسمتی از آن میشویم. مثلا قبل از اینکه، یعنی قبل از کتاب طهارت که معمولا کتاب‌های حدیث هر کدوم قبل از کتاب طهارت مقدمه بیان میکنند. مثلا امام دارمی، حالا در این مجلد اول به صورت مختصر بیان کنیم، به صورت مجمل. اول یک مقدمه دارد که در مقدمه از صفحه 5 شروع می شود تا صفحه 151، یعنی حدوداً 146 صفحه در اون مقدمه وجود دارد. بعد از مقدمه وارد کتاب الطهاره، بعدا کتاب الصلاة، بعد از آن کتاب الزکات، بعد از آن کتاب الروزه، بعد از آن کتاب مناسک حج، بعد از آن کتاب قربانی، کتاب شکار، بعد از آن کتاب اطعمه در مورد خوراک ها، و بعد از آن کتاب اشریبه در مورد نوشیدنی ها، و بعد از آن کتاب رؤیا، کتاب خواب، و بعد از آن کتاب نکاح. اینها که حدوداً تا اینجا 613 صفحه است، یعنی کتاب النکاح، و تا نهایت کتاب 649 صفحه جلد اولشه. و بعد از آن
از جلد دوم که آغاز می شود مطالب دیگری غیر از اینها بیان می کند. مثلا در مجلد دوم مقداری مفصل به مسائل دیگری می پردازد. حالا به صورت این مقدمه که مثلا بیان می کند حدود 146 صفحه است، این مقدمه در مورد چیست؟ یعنی وقت اولین بار که این کتاب حدیث را تدوین نموده، اول این مقدمه برایش بیان می کند. در این مقدمه اول بیان می کند اون چیزی که مردم بر آن بوده اند قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اون جهل و گمراهی که آنها بر آن بوده اند، در مورد آنان مطالبی را بیان نموده. بعد از اون بلا فاصله در باب دوم صفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در کتاب‌های گذشته قبل از مبعثش بیان می کند و در باب سوم بیان می کند كان اول شأن النبی كيف كان اول شأن النبی صلی الله علیه و سلم، اولین وضعیت رسول الله چگونه بود بعد از مبعث. بعد از اون چیزهایی که خداوند متعال اون کرامت هایی و ارهاصات هایی که پروردگار به رسول الله داده، این که درخت به او ایمان آورده، حتی حیوانات و جن، یعنی مطالبی را پیرامون آن بیان می کند. و اون چیزی که خداوند متعال رسول الله را به آن گرامی داشته، از این که آب، یعنی مقداری به اون معجزات رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا اون چیزهایی که پروردگار رسول الله را به آن گرامی داشته. یعنی امام دارمی به صورت ما اکرم الله النبی صلی الله علیه و سلم به بحث اکرام و کرامت بیان می کند. اون چیزهایی که خداوند متعال با وسیله آن پیامبرش را گرامی داشته، مثلا به وسیله جوشیدن آب در میان انگشتانش، یا مثلا مانند این که منبر برای هنگامی که رسول الله آن را ترک کرده بس بناله در اومده، یا مثلا غذا طعام برکت پیدا کرده، یعنی برکت غذا. بعداً یعنی اون چیزهایی که خداوند متعال به آن گرامی داشته، مثلا زیاد شدن غذا، یعنی یکی از یعنی چیزهایی است که خداوند متعال به وسیله این چیزها رسول الله را گرامی داشته. یا مثلا اون چیزی که اون فضلهای بزرگی که به رسول الله داده شده و دیگران ندارند و پیامبران دیگر ندارند، یعنی ویژگی هایی دارد که دیگر پیامبران ندارند، یعنی اشاره به این چیزها میکند. چون میخواهد در مورد سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سخن بگوید، در ابتدای کتاب آنگونه در مورد رسول خدا صلی الله علیه وسلم مطالبی را بیان میکند. بعداً اشاره میکند به سرشت نیکوی رسول الله، اخلاق و سرشت نیکویش، یعنی مطالبی را پیرامون اخلاق رسول الله بیان میکند. بعداً اون چیزهایی که پروردگار رسول الله را به وسیله آن گرامی داشته، از اینکه با مرده مثلا سخن گفته، یا در مورد بخشندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم، در مورد تواضع رسول الله و در مورد وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آن چیزی که خداوند متعال به وسیله آن پیامبر را گرامی داشته حتی بعد از مرگش. بعد از آن یعنی به باب 16 میرسد، باب اتباع السنه. در اینجا این نکته است که بابی است در مورد پیروی نمودن از سنت. بعد از در باب 16 این را بیان می کند و در باب بعد از آن باب 17 باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنه.
انسان باید پرهیز کند از پاسخ دادن به چیزی که در مورد آن دلیلی از قرآن یا سنت وجود ندارد. باب 18 باب کراهیت الفتیا، یعنی کراهت دارد که انسان فتوا دهد بدون علم. و بعد از آن من هاب الفتیا و کره التنطع و التبدع. در باب 19 بحث این می کند کسی که از فتوا دادن می ترسد و از تکلف و ابتداع می ترسد، یعنی بدش می آید از اینکه تکلف کند و بدعت گذاری کند. یعنی وقتی که چیزی در کتاب و سنت نیست انسان باید از آن پرهیز کند. باب الفتیا و ما فیه من الشده. و در باب 20 بحث این می کند فتوا دادن و اینکه چقدر مشکل است که اگر انسان فتوا دهد و اون چیزی که یعنی بدون علم فتوا بدهد. و باب 21 در مورد فی الذی یفتی الناس فی کل ما یستفتی، یعنی هر موردی مردم از او سوال کنند جواب بدهد، این کار درستی نیست. بزرگان در همه موارد پاسخ ندادند. مسائلی بوده گفتن ما نمیدونیم. به همین صورت یعنی این مطالب مسائل بسیار بسیار مهم است که این کتاب را این گونه آغاز نموده. بعد از اون در مورد رأی و نظر، اگر انسان با رأی و نظر خود پاسخ شرعی بدهد بدون استدلال با قرآن و سنت چه خطراتی دارد، بعد از اون اشاره می کند به این که انسان باید پیرو اهل علم باشد، علما باشد. و بحث در باب 25 میگوید انسان باید خود را یعنی پرهیز کند از این که حدیث را از رسول الله روایت کند صلی الله علیه وسلم و باید خیلی دقیق باشد اگر حدیثی روایت می کند. و باب 26 در مورد این که روزی فرا می رسد که علم از بین می رود. بعد از اون بحث عمل می کند، عمل به علم و حسن نیت در علم. و بعد از آن در مورد اون کسانی سخن می گوید که می ترسن فتوا بدهند مبادا به خطا بروند در فتوایشون. یعنی این گونه مسائل را بیان می کند و بعدا اجتناب از اهل اهوا و بدع و بحث اهل علم و گرامی داشتن اهل علم و اینها مطالب بسیار قشنگ و زیبایی را بیان می کند. بعدا در مورد مذاکره علم بیان می کند، در مورد اختلاف فقها مسائلی را بیان می کند که چرا فقها با هم در اختلاف دارند و اینها. یعنی مطالب بسیار بسیار با ارزشی است. به نظر من ارزش اینو دارد که ما این مسائل را به صورت مفصلتری بیان کنیم تا تونسته باشیم به صورت ویژه از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کرده باشیم. یعنی اگر ما بخواهیم دفاع از سنت رسول الله کنیم باید ما این مقدمه بسیار زیبای امام دارمی را بازگو کنیم که انشاءالله من امیدوار هستم این مسائل را دنبال کنیم و در آینده هم مطالب دیگری در رابطه با این مسائل بیان میکنیم انشاءالله. احساس میکنم کتاب بسیار با ارزشی است و مهمتر از همه این است که از یکی از یعنی همچنین که گفتم از سال 181 متولد شده، یعنی در اواخر قرن دوم متولد شده و در 255 وفات یافته که امام شافعی 204 وفات یافته. امام احمد بن حنبل هم حدوداً 45 وفات یافته. ولی امام شافعی
سال 150 متولد شده، 204 وفات یافته، یعنی فقط 55 سال سن داشته این مرد بزرگوار. حالا در اینجا امام دارمی در باب 16 اشاره می کند به پیروی نمودن از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. می فرماید حدیثی را برای ما بیان می کند در این باب. حدیثی است که این حدیث هم امام ابن ماجه و امام ترمذی و امام احمد هم روایت می کنند با همین سندی که امام دارمی روایت می کند. امام دارمی با سند خود، یعنی از ابو عاصم، اون هم از ثور بن یزید، اون هم از خالد بن معدان، یعنی تمام هم امام ابن ماجه و هم امام ترمذی و هم امام احمد همشون از طریق خالد بن معدان این حدیث را روایت می کنند. یعنی مدار این سند این حدیث بر خالد بن معدان است که اون هم از عبدالرحمن یعنی ابن عمر، اون هم از عرباض بن ساریه، اون هم میفرماید، عرباض بن ساریه میفرماید صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح را برای ما ادا نمود و یعنی یک نصیحت بسیار قشنگی برای ما بیان نمود، یک نصیحتی بود واقعا بلیغ و گویا. ذرفت منها العیون، که چشمان از شنیدن آن نصیحت و موعظه اشک ریختند. و وجلت منها القلوب، و دلها ترسیدند. فقال قائل یا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. شخصی گفت ای رسول خدا، انگار این نصیحت شما نصیحت خداحافظی است، یعنی انگار از ما دارید خداحافظی میکنید و دنیا را ترک میکنید و به سوی آخرت میروید. حالا که این گونه است، پس ما را وصیت کن، به چیزی ما را وصیت کن. فرمود فقال اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعه. فرمود پس من شما را سفارش میکنم به تقوای خدا داشته باشید، از محرمات پرهیز کنید و اون چیزهایی که خدا به شما دستور داده به آن گردن نهید و آن را امتثال کنید و به جا بیاورید و سمع و طاعه داشته باشید. سمع یعنی شنیدن، طاعه یعنی فرمان برداری. یعنی اگر امرایی، اگر حاکمانی بر شما گماشته شد و این حاکمان شما را به طاعت و عبادت خدا دستور دادند، واجب است حرف آنان را گوش کنید و فرمان آنان را اطاعت کنید. یعنی فقط در صورتی که دستور آنها دستور به چیزی باشد که خدا و رسول فرموده. لا طاعت فی معصیت الله، وگرنه فرمان برداری از هیچ کسی جایز نیست که دستور به نافرمانی خدا بدهد. اگر کسی حاکمی، امیری دستور داد به چیزی که نافرمانی خدا باشد، دیگه به حرفش نمی کنیم. مانند اون جاهلان نیستیم، جاهلان روافض. یک جوان جاهل رافضی میگوید معاذ الله معاذ الله، میگوید اگر خامنه‌ای بگوید به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم توهین کن، اون انسان جاهل میگوید من حاضرم توهین به رسول الله بکنم، معاذ الله. یعنی با گفتن همین حرف این شخص از دین خدا خارج می شود. اگر
در داخل دین خدا بوده باشد. با گفتن این کلام از دین خارج می شود و می گوید همین میگه اگر خامنه ای بگوید برای اول و دوم سجده کن، سجده می کنم. یعنی اینقدر جاهل است. ولی این ما در شریعت اسلام چنین چیزی نداریم. دینی که دین روافض دین اسلام نیست، هیچ ارتباطی به اسلام ندارد. اینها منافقینی هستند. یعنی ما کارمون روی حرفمون در مورد مراجع شیعه و علمای شیعه هست. عوام شیعه جاهل هستند و مشخصه چقدر جاهل هستند. علمای شیعه هیچ ارتباطی به اسلام ندارند جز به اندازه عبدالله بن ابی بن سلول، یعنی رئیس منافقین چه اندازه ارتباط به اسلام داشت، اینا هم همین اندازه به اسلام ارتباطی دارند. در نتیجه پیامبر خدا فرمود صلی الله علیه وسلم پس من شما را سفارش میکنم به چی؟ بالسمع بتقوى الله و تقوای خداوند متعال و شنیدن حرف امامان و امیران و فرمانبرداری از دستوراتشان. و این کان عبدا حبشیا، حتی اگر اون امیر شما یک بنده حبشی هم باشد، یعنی یک عبدی باشد و سیاه‌پوست هم باشد. فإنه من يعش منكم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا. حقیقتا هر کس از شما زندگی کند بعد از من مطمئنا اختلافات زیادی خواهید دید. یعنی در آینده اختلافات زیادی در میان شما ایجاد می شود و این اختلافات را خواهید دید. در چنین حالتی فعلیکم بسنتی، اولین کاری که باید انجام بدهید این است که باید دست به سنت من بگیرید، راه و روش من. سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شامل گفتارش، کردارش می شود و شامل اون کارهایی که در حضور او انجام گرفته و او از آن یعنی سکوت کرده یا به نحوی آن را تأیید نموده. پس فرمود اول بر شما لازم است که پیرو سنت من باشید و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، و بر سنت جانشینان بر حق هدایت یافته، اونایی که بر حق هستند و هدایت شده هستند. مهدیین یعنی هدایت شده، راشد یعنی بر حق. عضوا علیها بالنواجذ، با دندانهای آسیابتان محکم آن را بگیرید، یا با دندانهای نیش که خیلی قوی تر هستند آن را بگیرید و آن را از دست ندهید. یعنی این که میگوید همچنان که شما با نواجذ، این دندانهای نیشدار یعنی تیز، چگونه در چیزی فرو می رود و راحت محکم آن را می گیرد و از آن کنده نمی شود، شما هم آنچنان سنت منو و سنت خلفای راشدین را بگیرید. و ایاکم و محدثات الامور، اما مواظب باشید که اون بدعت هایی که ایجاد می شود دنبال بدعت ها نباشید و بدعت ها را کنار بذارید. فإن كل محدثة بدعه، زیرا هر چیزی که در دین ایجاد شده باشد، احداث شده باشد در دین، اون بدعت است. یعنی چیزی ایجاد شده باشد که در گذشته نبوده. و ایاکم و محدثات الامور فإن كل بدعة ضلاله، میفرماید زیرا هر بدعتی گمراهی است. و در سنن نسائی به صورت واضح‌تر بیان فرموده فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. به این صورت و هر گمراهی در آتش است. البته در این قسمت در صحیح امام مسلم هم آمده. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ما در مورد اون حدیث، یعنی اون حدیث را بیان نمودیم در رابطه با پیروی نمودن از سنت و روش امام دارمی این گونه هست. حالا این حدیث را آورده به دنبالش اقوالی از سلف برای ما نقل می کند، علمای سلف در مورد پیروی نمودن از سنت و پرهیز از بدعت. در اینجا می‌فرماید امام دارمی، می‌فرماید ابو مغیره به ما خبر داد، اون هم فرمود، اوزاعی به ما گفت. امام اوزاعی یعنی امامی است مانند امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفه. امام اوزاعی، امام ثوری، امام سعد بن لیث بن سعد، امام ثوری یعنی سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، اینها مجتهدینی بودند که به آنها گفته می شود مجتهد مطلق. یعنی این از مجتهدان مطلق هستند. یعنی مجتهد مطلق در دنیا شاید امروز وجود نداشته باشد و احتمال قوی هم وجود ندارد. یعنی اینکه مجتهد باشد بدون اینکه در هیچ چیزی از کسی تقلید کند. البته در این عصر هر مجتهدی که باشد در حدیث باید مقلد باشد، مقلد علمای حدیث و علمای جرح و تعدیل. از خود نمیتواند بدون تقلید مجتهد باشد. اما کسانی مثلا امام بخاری، امام مسلم، امامان حدیث در حدیث مجتهد بودند به صورت و از کسی تقلید نمی کردند. محدثین در عصر روایت، ولی اکنون دیگه هر کاری شود مجتهد مطلق وجود ندارد. اما دیگه مجتهد به صورت جزئی، یعنی مجتهد مثلا در فقه، مجتهد مثلا در هر مجتهدین به صورت تخصصی هر کدوم در رشته‌ای میتوانند باشند. یعنی در هر عصری مطمئناً مجتهدانی وجود دارند، اما نه مجتهد مطلق مثل مجتهدین گذشته، اما مجتهدهایی هر کدوم در تخصص خود، مثلا بعضی در فقه و بعضی در مثلا تفسیر و بعضی دیگر مثلا در مسائل تاریخی و در مسائلی به هر صورت مجتهدین به صورت تخصصی وجود دارد، اما به صورت کامل همه جانبه دیگه ما کسی را سراغ نداریم. در نتیجه در اینجا امام دارمی میفرماید ابو مغیره برای ما به ما خبر داد، اون هم از امام اوزاعی، و امام اوزاعی هم از یونس بن زید، اون هم از امام زهری. امام زهری یکی از امامان بزرگ حدیث است که امام مالک، امام سفیان بن عیینه، سفیان ثوری و صدهای دیگر مثل اینها شاگرد اینها بودند، شاگرد امام زهری بودند. می‌فرماید کان من مضى من علمائنا یقولون، امام زهری می‌فرماید علمای ما در گذشته، یعنی در زمان صحابه، می‌فرمودند الاعتصام بالسنة نجات، دست گرفتن به سنت نجات است، یعنی حبل نجات است، ریسمان نجات است، پل نجات است. دست گرفتن به سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم. والعلم یقبض قبضا سریعا، فرمود علم برداشته می شود خیلی سریع. فنعش العلم ثبات الدین و الدنیا، اما نعش علم
جنازه علم، پایداری، نعش العلمی ثبات الدنیا و دینی و الدنیا، یعنی به وسیله علم است که دین و دنیا پایدار میماند. و فی ذهاب العلم ذهاب ذلك کله، و در هنگامی که علم از بین برود هم دین هم دنیا از بین می رود. پس دست گرفتن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باعث نجات است. باز هم امام دارمی از امام مغیره، اون هم از اوزاعی، امام اوزاعی روایت می کند، اون هم از یحیی ابن ابی عمرو الشیبانی، اون هم از عبدالله ابن دیلمی می فرماید بلغنی، یعنی خبر به من رسیده، ان اول الدین ترکا السنت. می فرماید عبدالله دیلمی فرزند یعنی ابن فیروز دیلمی است که امام ابن حجر می فرماید ثقة من کبار التابعین، این ثقه هست و از کبار تابعین است، از بزرگان تابعین است. و حتی بعضی گفتند صحابه است. عبدالله ابن دیلمی صحابه است. میگه به من خبر رسیده، حالا که صحابه باشه دیگه هیچ مشکلی ندارد، صحابه هم نباشد دیگه اینقدر نزدیک به صحابه هست، یعنی علمش از صحابه دریافت کرده. میفرماید به من خبر رسیده که اول دین ان اول الدین ترکا السنت، اولین چیزی که در دین ترک می شود سنت است. یذهب الدین سنتا سنتا، یعنی دین از بین می رود سنت بعد از سنت، یعنی هر بار یک سنتی از آن کم می شود، کم می شود، کم می شود. کما یذهب الحبل قوة قوة، همچنان که ریسمان پاره می شود یکی پس از دیگری. مثلا ریسمانی وقتی که میخواد پاره شود، از بین برود، اول مثلا یک تاری از آن باز می شود، یعنی قطع می شود، تار دیگر، تار دیگر، تار دیگر، تا به صورت کامل این تناب پاره می شود. پس میگه سنت هم این گونه یکی پس از دیگری پاره می شود. باز هم امام دارمی از به همون سند اول، یعنی از امام ابو المغیره، اون هم از امام اوزاعی، اون هم از حسان، میفرماید مبتدع قوم بدعة في دینهم الا نزع الله من سنتهم مثلها. میفرماید هیچ قومی نیست که بدعتی را در دین خود به وجود آورده باشند مگر این که خداوند متعال سنتی مثل آن را از آنها دور می کند. یعنی با ایجاد یک بدعت سنت می میرد. مثلا شما نگاه کنید در میان دین روافض، مثلا درست کردن با آوردن گریه و زاری، نوحخانی، همون سنت را، یک سنت را نابود کردند و یک بدعت را جایگزین کردند. وقتی که این بدعت را می آوری دیگه سنت از بین می رود. رسول الله فرموده صلی الله علیه وسلم لیس منا من شق الجیوب و ضرب الخدود و دعا بدعوى الجاهلیه. میگه هر کسی که سینه را پاره کند و به صورت خود بزند از ما نیست، و دعا بدعوى الجاهلیه، مانند جاهلیت قبل از اسلام شروع کند به نوحخانی، دیگه از ما نیست. خیلی خوب، کسی که این کارو میکند، بدعت را میآورد، دیگه سنت را میمیراند. با آوردن تمام بدعت ها، مثلا این قبر پرستی ها، اون چیزی که سنت است از بین میبرند، بدعت را جایگزینش میکنند. با تمام این قبر پرستی و مرده پرستی و انسان پرستی و
امام تلاشی و امام سازی دین را نابود میکنند. یعنی شما نگاه کنید به دین رافضی، غیر از شرک و بت پرستی و انحراف و انسان پرستی و قبر پرستی و هیچ، یعنی نه اسمی از خدا وجود دارد در دین اونها، نه اسمی از پیامبر وجود دارد صلی الله علیه و سلم، نه اسمی از قرآن وجود دارد، نه اسمی از سنت رسول الله وجود دارد. یعنی شما در دین روافض بیا بگد هیچ مراجع ابلهی، اون مراجعانی که ادعا میکنن مجتهد هستند در کفر، در شرک، در بت پرستی، در امام تراشی، در امام سازی، در بدعت سازی، در اینا مجتهدن. بله، ولی در دین خدا که قرآن باشد بلد نیستن، یعنی روحانی قرآن بلد نیستن. حتی این مراجع فاسد شیعه روحانی قرآن هم بلد نیستن، حالا چه برسد به علم قرآن و به علم حدیث و به فهم سلف و اینها که هیچی ندارد. یعنی در دین رافضی نه قرآنی وجود دارد، نه قرآن رنگ و بویی دارد، نه سنت رسول الله رنگ و بویی دارد، نه خود پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم رنگ و بویی دارد. هیچ. اومدن چسبیدن به آدم‌های افرادی، هیچ یعنی خودشون رو چسبوندن به تعدادی از افراد بزرگوار که اونا هیچ ربطی به هم با اونا ندارند. اونا همه پیرو سنت رسول خدا بودند صلی الله علیه و سلم. پس میفرماید هر کسی بدعتی را در دین ایجاد میکند قطعا در برابر آن سنتی را نابود میکند. ثم لا يعيدها الیهم الى یوم القیامه. پس اون سنت دیگه به سوی آنها باز نمیگردد تا روز قیامت. در اینجا باز امام دارمی مطلب دیگری بیان میکند. میگه سلیمان ابن حرب برای ما نقل کرد، اون هم از حماد ابن زید و حماد ابن سلمه، دو تا عالم و بزرگوار از طراز امام مالک. اون هم از ایوب سختیانی، اون هم از ابی قلابه. میفرماید این اهل الاهواء اهل الضلاله. میگه اهل بدعت، به اهل بدعت گفته میشود اهل اهوا، یعنی هوا پرست هستند. کسی که اهل بدعت است هوا پرست است، هوا و هوس را میپرستد. در واقع این اهل اهوا یعنی هوا پرستان، اون کسانی که دنبال هوا و هوس خود میروند. افرأیت من اتخذ الهه هواه. اون کسی که آیا اونو دیده اید که هوای خودش را اله خود قرار داده است؟ اون کسانی که بدعت گذاری میکنند پیروی از هوای نفس و خواهشات نفسانی خود میکنند. پس اهل اهوا، امام ابو قلابه میفرماید اهل گمراهی هستند. ولا ارى مصيرهم الا النار. من فکر نمی کنم سرانجامی داشته باشند جز آتش. میفرماید میتوانید آنها را آزمایش کنید. فجربهم فليس احد منهم ينتحل قولا او قال حديثا فيتناهى به الامر دون السيف. میفرماید شما اونها را تجربه کن، هیچ قولی را به دین خود قبول نمی کنند، یعنی به عنوان دینی، به عنوان اعتقادی، به عنوان باوری ندارند، یا حدیثی را نمی گویند که امر فیتناهى به الامر دون السیف، که بدون شمشیر بتوانی آنها را بازدارید از آن. پس اینها هیچ راهی ندارند جز راه گمراهی، جز آتش. سرانجام آنها آتش است. میفرماید و این النفاق کان ضروبا. میگه نفاق در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم چند نوع بود. چند نوع بود. یکی مثلا و منهم من عاهد الله
که در سوره توبه به آن اشاره می کند، یعنی به تعدادی از این افرادی که اهل نفاق هستند. حالا ما این مسائل را بیان به نظرم الان به آن نپردازیم، چون مسائل مفصل است این بحث آیاتی که در مورد منافقین وجود دارد که باید این آیات را بخوانیم یکی پس از دیگری. میگه مثلا همچنان که منافقین اقوالشون مختلف است، هر کدوم چیزی را بیان میکند و هر کدوم بگونه مطلب را بیان میکند. ومنهم من یلمزک فی الصدقات، میگه بعضی از این منافقین کسانی هستند که تو را طعنه به تو میزنند در مورد صدقات. کسانی هستند ومنهم الذین یؤذون النبی، و تعدادی از آنها هستند پیامبر را اذیت میکنند. یعنی هر کدوم به گونه‌ای در انحراف قرار گرفتند و وارد انحرافات شده‌اند. فاختلف قولهم، گفتار آنها مختلف است. واجتمعوا فی الشک و التکذیب، اما در یک چیز مشترک هستند. همشون دچار شک هستند در دین خود و دچار تکذیب، یعنی گرفتار این دو چیز هستند. شک دارند نسبت به دین و تکذیب میکنند، حق را قبول نمی کنند. و این هؤلاء اختلف قولهم، میگه همه این اهل بدعت هم اقوالشون مختلف هست، هر کدوم چیزی را میگویند. و اجتمعوا فی السیف، اما در این همشون یکی هستند که جز با شمشیر یا اینکه شمشیر میکشن علیه مسلمانان، در این یکی هستند. ولا ارى مصيرهم الا النار، و من مسیر آنها، سرانجام آنها را نمی بینم جز به سوی آتش نباشد. بعدن حماد می فرماید، ایوب سختیانی در اینجا دیگه فرمود و کان والله من الفقهاء ذوی الالباب، می فرماید اما می فرماید والله او از فقیهان، یعنی امام ابو قلابه میگه یکی از فقهای ذوی الالباب است. ذوی الالباب یعنی صاحبان عقل، نه تنها عقل بلکه مغز خرد، یعنی یکی از فقهای بسیار خردمند است امام ابو قلابه که این گونه آمده مقایسه و مقارنه کرده در بین منافقین و اهل بدع. مطالب خیلی زیاده است، ولی در اینجا به نظرم به این مسئله اشاره می کنم. به چند مسئله دیگر اشاره می کنم. در اینجا امام دارمی، چون ظاهرا وقت من داره به پایان می رسد، خیلی زیاد نمونده، در باب 17 باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنه، میگه انسان باید پرهیز کند از پاسخ دادن در مورد سؤالی که در مورد آن نه کتابی وجود دارد و نه سنتی. بدون دلیل از کتاب و سنت کسی نباید پاسخ بدهد. در اینجا اولین چیزی که بیان می کند، مطلبی را بیان می کند از امام ابن مسعود، با سند خود از عامر نقل می کند، اون هم از عبدالله ابن مسعود و حذیفه ابن یمان، هر دو صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، انهما کانا جالسین، میگه هر دو در یک جا نشسته بودند. فجاء رجل فسألهما عن شيء، شخصی آمد از آنان پرسید در مورد چیزی. فقال ابن مسعود لحذيفة لأي شيء ترى يسألوني عن هذا، امام ابن مسعود به امام حذیفه بن یمان فرمود به نظر شما چرا این سؤال از من میپرسد؟ قال يعلمونه ثم يتركونه، یعنی سؤال پرسید، گفت آنها میدانند اما به آن عمل نمی کنند. فأقبل إليه ابن مسعود فقال
ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به. فرمود امام ابن مسعود هر سؤالی از ما بپرسید، اگر از ما سؤالی بپرسید، هر چیزی از ما سؤال کنید در کتاب خدا باشد و ما آن را بدانیم، حتما پاسخ شما را خواهیم داد. او سنت من نبی الله صلی الله علیه و سلم اخبرناکم به، یا اگر چیزی از ما پرسیدید و در سنت آن را یافتیم، قطعا به شما پاسخ خواهیم داد. ولا طاقت لنا بما احدثتم، اما دیگه ما توانایی این بدعت هایی نداریم که شما با وجود آورده اید. یعنی اگر بخواهید در مورد چیزی برای ما بیان کنید که بدعت باشد، دیگه ما علم به بدعت نداریم، ما علم به کتاب و سنت داریم. بسیار بسیار مسئله بسیار قشنگ و زیبایی بود واقعا. و به همین صورت دوباره مسائل دیگری باز بیان می کند. از این یعنی مسائل بسیار قشنگ بیان می کند. به نظر من یک مورد دیگری برای شما بیان می کنم، چون ظاهرا وقت به پایان رسیده. دو مورد دیگر. امام دارمی می فرماید در همین باب، یعنی می فرماید عبدالله بن صالح به ما خبر داد، اون هم می گوید لیس به ما گفته، ظاهرا لیس بن سعد. اون هم می گوید یزید یعنی ابن ابی حبیب از عمر بن اشج برای ما نقل می کند که امام عمر بن خطاب فرمود انه سیأتی ناس یجادلونکم بشبهات القرآن. میگه کسانی در آینده پیدا می شوند که با شما بحث می کنند در مورد شبهات قرآن. فخذوهم بالسنن، میگه شما آنها را جلو آنها بگیرید با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. فإن اصحاب السنن اعلم بکتاب الله، چون کسانی که اهل سنت باشند، یعنی کسانی که علم به سنت پیامبر دارند صلی الله علیه و سلم، علمشون به کتاب خدا بیشتر است. یعنی تنها اگر کسی فقط علم به کتاب داشته باشد بدون اینکه علم به سنت داشته باشد، علمش ناقص است نسبت به کسی که هم علم به کتاب خدا دارد و هم علم به سنت رسول الله دارد. بسیار قشنگ و زیبا فرموده. دوباره مطلب دیگری نقل می کند امام دارمی، اینم را بیان می کنم و مطلب را تمام می کنم. با سند خودش نقل می کند از عروه ابن زبیر. عروه فرزند زبیر ابن عوام، یکی از عشره مبشره، می فرماید ما زال امر بنی اسرائیل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. نکته خیلی قشنگ است. می‌فرماید همواره وضعیت و دین بنی اسرائیل معتدل بود و بر راه تعادل و راه مستقیم قرار گرفته بود و در آن هیچی وجود نداشت تا زمانی که فرزندانی متولد شدند از فرزندان سبایا، یعنی کنیزانی که از امتهای دیگر گرفته بودند، فرزندان آنها با وجود آمدند. ابناء النساء التي سبت بنو اسرائیل من غیرهم، فرزند اون زنانی، فرزندان زنانی که بنی اسرائیل از غیر دین خود گرفته بودند. فقالوا فیهم بالرأی فاضلوهم، آنان با رأی خود مسائلی را وارد دین بنی اسرائیل کردند تا نهایتا آنها را گمراه کردند و از دین پیامبر موسی آنها را دور ساختند. پس یعنی
راه و روش تمام پیامبران به وسیله اهل بدعت و اهل اهوا در واقع از بین رفته. یعنی دین تمام پیامبران بنی اسرائیل، پیامبران مثلا بعد دین عیسی، دین موسی، دین بقیه پیامبران علیهم السلام به وسیله بدعت گذاران در واقع از بین رفت و نابود شد. پس در اینجا مسئله بحث این است که ما هم باید مواظب باشیم که در دین خدا بدعت گذاری نکنیم. هر چی در قرآن هست آن را بگیریم و هر آنچه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده به آن پایبند باشیم و هیچ چیز دیگری را دستاویز خود قرار ندهیم تا دنبال هوا و هوس خود نیفتیم و دنبال بدعت نیفتیم و به گمراهی نیفتیم. در اینجا وقت ما به پایان رسیده است. همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.